ترامپ اومد چی بخریم؟ بورس همیشه ثابت کرده که اگر انتخابات درست باشه بیشترین سود و منفعت رو به تو میرسونه. مثل نماد فواهنر که توی همین شرط جنگی و بزن بالای 70% سود داده. مثل نماد سه هرمز که بالای 90% سود داده. پس بورس بد نیست، اینه که انتخابهای مایی که بده. اما ترامپ توی اولین سخنرانیش اسم چین رو زیاد آورد. اول سعی میکنن با جنگ اقتصادی و با بستن تعرفه‌های زیاد چین رو کنترل بکنن، اما اگر به هدف نرسن سعی میکنن با ایجاد تنش بین چین و تایوان و درگیر کردن چین توی جنگ چین رو کنترل بکنن. این به ما سیگنال میده که ریسک توی دنیا قراره افزایش پیدا کنه و طلا قراره توی دنیا سودی بشه. پس من هم باید توی پورتفوم سهام داشته باشم، هم باید طلا داشته باشم. این که چه سهامی رو توی چه قیمتی بخری و این که طلا رو توی چه قیمتی بخری